آقا معلم اجازه؟ خانم معلم اجازه؟ من مخلص شما موشکافم. امشب میخوام به احترام شما و غیرتتون تمام قد بیستم و یک کف مرتب به افتخار این تظاهرات اساسی بزنم. این دفعه نوبت بنده موشکافه که بهتون نمره 20 بدم و هرچی کارت صدآفرینه تقدیمتون کنم. معلمان آزادی مشهد خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. هرچی شیخ فری و از نابش زور زدن که با وعده و وعید و لفاظی و پشتم اندازی جلوی خشم معلمان رو بگیرن نتونستن. دست آخر معلمای بامرام اون کاری که باید رو کردن و زدن کاس کوزه آخوندا رو امامشون خورد و خاک شیر کردن. ماشاءالله. اینجوریه که شیخ پری وسط بحران هسته‌ای و زیر تیغ طوفان منطقه‌ای جوش میاره و مجبور میشه این حرفو بزنه. نظام مستحکم ایران قابل سرنگونی نیست. امسال باید از منافع فردی بگذریم چون سال همدلی است. از منافع حزبی بگذریم، از منافع جناحی بگذریم. فلاکت رو ملاحظه میکنید؟ به زبون معکوس داره میگه پای نظامش لب گوره و سرنگونیش حتمیه. دم معلمای باصفاگر که لحظه رو شکار کردن و حال آخوندا رو اساسی جا آوردن. همینه بنده موشکاف و باقی دانش آموزان عزیزم باید یاد بگیریم و همین درس رو پس بدیم. اینجوریه که هم روی آخوندا کم میشه هم شرشون. درود به همه معلمایی که سفت و سخت پای حقشون وایسادن. الهی قربونتون برم. زد زیاد. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکاف، با آقای موشکاف.